روبرو پسماند ورامینه، محل دفن زباله‌های شهری. ما روبروشو یه جاده خاکی بود، اومدیم ببینیم که چه خبره و اینا. این همه اینا پوست سگن ها، یه تپه پوست سگ ما پیدا کردیم، یعنی داخلشو گوشتشو در آوردن به خورد مردم دادن، اینا پوست سگه. با دقت گوش کنید، یک تپه پوست سگ. آیا من به شما گفتم شهرداری عاشق چشم و ابروی مردمه که بیاد سگا رو تو خیابون جمع کنه؟ کدوم بی شرف این کارو کرده؟ دقت گوش کنید. وای 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 وای، برای که نیان بعدم بگن گوسفند و فلان اینا، بیا از این دومه این بگیر. گوسفند که دوم نداره که. ببین این، بیا اینا همش سگه. وای وای خدا، شاید 700-800 تا 1000 تا سگ باشه این واقعا توی این بیابون. گوشتشو به خورد مردم میدن، جنازه هاشو پوستشو میارن میریزن اینجا. ای لعنت بهتون میاد، ای بر پدر و مادرتون و مرده هاتون لعنت. این ویدیو رو اونقدر دست به دست کنید به دست تمام مردم ایران برسه و از بیرون آشغال پاشغال تهیه نکنید، چیزی نخورید.